کسی که مثلا تلفنش را خاموش نکرد یا فراموش شده است، خاموش میکرد عادتا ولی فراموش کرده به نماز آمده است. یکی آوازی صدای زنگ تلفن شد و این به نماز خودش و به نماز حاضرین خلال وارد میکند. بنابراین کشتن آن، خاموش کردن آن تلفن و زنگش اجازت است. خیلی نه که در نماز به قول موسفیدها 100 بار یا 1000 بار کژدم گزدم خاموش نماز تو میخونی. نه، هیچ گپی نداره. یک ضربه که کژدم کشید مثلا برای چی؟ او اگر وقتی که میگزد طاقتش را نمیکنید، شاید بیهوش میشوید، یعنی نمازتون باطل میشد، نمازتون برباد میرود. بنابراین یک ضربه زده اگر وی به قتل رسانیدید یا به دورتر هوا دادید هیچ گپی ندارد. و این چون تلفن وقتی که صدا برآورد روی خاموش کردن اجازت است. اصلا باید به تلفن به نماز در آمدن این بهتر است. لیکن وقتی که همراهتان که در آوردید باید خاموش کنید صدایش را یا خودش را، تا اینکه شما و مسلمان ها را اذیت ندهد. خب رفت و اگر زنگ آمد اون را خاموش کردن نماز را باطل نمیکند. برای چی؟ برای آنکه اگر نکشد، خاموش نکند، همین برعکس ذهن مردم را پراکنده میکند، مردم را اذیت میدهد، همه بعد نماز به سویش به نفرت نظر میکنند. بنابراین در حال گرفته در جایش خاموش کند.